چرا نازل موتور راکت میتواند گرمایی بیشتر از 5400 درجه فارنهایت را تحمل کند؟ کمی فکر کنید، در چنین دمایی حتی الماس هم ذوب میشود. پس چطور نازل سالم میماند؟ بیشتر مردم فکر میکنند نازل از یک آلیاژ فوق‌العاده قوی پای نیکل ساخته شده، اما حتی این آلیاژها هم نمیتوانند در برابر شعله‌های پلاسمایی با دمای حدود 3000 درجه سلسیوس دوام بیاورند. راز کار در داخل نازل است. صدها کانال بسیار ریز در دیواره نازل وجود دارد که درون آنها هیدروژن یا اکسیژن مایع جریان دارد. آنقدر سرد که دمایی در حدود منفی 400 درجه فارنهایت دارد. وقتی موتور روشن می‌شود، این سوخت فوق سرد ابتدا دور نازل گردش می‌کند، گرما را جذب کرده و همزمان خودش پیشگرم می‌شود. این ترفند هوشمندانه باعث می‌شود فلز ذوب نشود و خنک کننده به گاز گرم تبدیل شود. سپس همین گاز دوباره وارد محفظه احتراق شده و به عنوان سوخت استفاده می‌شود. برای مثال، موتور رپتور اسپیس ایکس از یک ساختار دولایه مثل نیوبیوم استفاده می‌کند با کانال‌های خنک کننده بسیار دقیق که با فناوری چاپ 3 بعدی ساخته شده‌اند تا هر قطره هیدروژن مایع دقیقاً از همان نقاطی که نیاز به خنکسازی دارند گرما را خارج کند.